درود و سلام. آرزو میکنم حال دلتون عالی باشد. در این ویدیو میخوام یک طریقه را برایتون آموزش دهم که بدون نصب کدام اپلیکیشن و یا دیکشنری بتوانید در واتساپ با زبانهای مختلف صحبت کنید و بسیار طریقه و روش آسان. بریم که یک جای ببینیم. واتساپ را باز میکنیم. و از اینجا بالای سه نقطه کلیک میکنیم و از اینجا اومده بالای ترجمه کلیک میکنیم و در این قسمت متن رو با فارسی نوشته میکنیم. سلام، خوبی؟ و بالای این علامت کلیک میکنیم. متنمون به انگلیسی ترجمه شد. ارسال میکنیم. چه کار میکنیم؟ دوباره بالای علامت کلیک میکنیم و اینجا متنمون به انگلیسی تبدیل شد و ارسال میکنیم. و همچنان میتوانیم که مسیج هایی که از اون طرف برای ما ارسال میشود یک قسم کپی کنیم و در قسمت پیست کنیم. پس دوباره بالای همین کلیک کنیم و برای ما از انگلیسی به فارسی تبدیل شد. دوباره روان کنیم. و همچنان شما می توانید که زبان ها رو خودتان انتخاب کنید. من فارسی و انگلیسی رو انتخاب کردم. شما می توانید که انگلیسی و روسی رو انتخاب کنید، فارسی و روسی رو انتخاب کنید، انگلیسی و یعنی هندی رو انتخاب کنید، فارسی و هندی، هر زبانی خودتان بخواهید اینجا انتخاب کرده می توانید. به همین سادگی و به همین راحتی. دیگه نیاز به نصب هیچ اپلیکیشن